خلاصه همین چی گفته هستم گپ ما فراموش کردم. بیا که داشه بریم. من فکر میکردم که یا تو قمه منتاجی گپ خوب مهربان در گروه مردم با آدم نیست و اورا که نمیفوره که بعد دوست داری میفور کنش نه. نه زن دیم نه تنازع میکشه. خواه اگر شما بگیرن دیگه بغیر قبول کنن وای نداره نه که داش داد میکنی که در یوتیوب بر اومدیم بود در اومدم بر همینجا کسی در واتساپ زنگ زدم خیلی شیدم واتساپ داش داد میکنی که случайно در SMS در SMS یکو خش مختون شروع کنید هیچ نشید میدونه چی کنید از ماش موریا وای زور یاد میتم زنو شما همو SMS که میخواین که 18 вопрос ممکنه پاشکای میل اخ وای молодежь 18 ممکن نیست اینجا زنها اشتگیان در پشت اکران میتونه فرزندو باشه شوای 18 را پگا دیگه در ستوریز اکوشکا میمونم همونجا باتیان با همونجا جواب میتیم وای میدون چی کنه زنو شما همین یگون گپای شیرینه که میفورتون کو که مرد کوتون بگن نمیگن همون را نویسینه در تلفن شوهرتون روی کنه نه با برین تلفن شوهرتون گیره نه تلفن و در تلفن ختون روی کنه تمام هر وقت که زیخش دن میبینن که مردک جون خیلی SMS روی کرده نه یا که روی کنه گوین که همین را با اومده ابراد نه روی کن روی تون میکنه البته ابراد نه خچی زندگی نه وابشه بگونه میشن نه از همون انصافی همون مرد وابستگی داره مردای هستن که عدالت میکنن هر تا زن خشون نگاه میکنن خیلی نیست که هم خیلی وای باشه درباره رشک شوهر جنگ بسیار ولی من همجا گفتم باید به حال افیر که سخرانی کردم با حتما گوش کنید و ای بی شوهر نیست و ای بی همون یوتیوب کار نکده استای نه وای شد даже на СМС уже اومده استای ده حضور привет говорит майли привет бо кадом расод румания ва алейкум салом سلام آبا جان بعدی فرزنده شدن مهرمون کم شده مهر کم نمیشه просто приоритетو کمتر مثال وای میشه все равно وقتی که مثلا فرزند نیست ما 2 نفرین وقت زیاد میگذاریم با دیگر عشق محبت این خیلی مثال چیزو هست با وقتی که وای شد مثال فرزند که اومد شما هم خسته میشوین شبو مثال به خوبی فرزند مثال کلون کردن آسون نیست شما هم خسته میشوین شوهر هم شاید بسیارتر به فرزند مثال وقت میگذاره وای میکنه ایمی حساب یعنی که اگه شما اول فقط یک رول داشتین مثال زن شوهر بدین حالی با یک رول دیگه شما ده خوش شد یک رولی پدر و مادری خب فقط در همین وقت فراموش نکنین که با مثال زن شوهر هم هستین برای که بسیار همین اشیبکه و یا همینه همه اویلهای یوش هم خیلی که وقتی فرزنددار میشن دیگه همه دنیای همون زن مثل فرزند میشه و وای میشه مثل شوهرم با هم خیلی همین مومنت کریزیس ها میاد همه اویلا که با بسیار اویلا همین مومنت پوش میخرن یا که مناسبت ها سرد میشه یا که یک سیم نفر پیدا میشه و همین حساب بسیار اونا یک وقت یابین که با همون زن بودن و با هم شوهر بودن تونم وای باشه نو سوز شید میگه او 30 minut سوز نبوده با من گپ زدیستم فکر کردم که سوزه اپا جان من زن 48 سال یوتیوب جواب دادیستم از زندی اپا جان من زن 48 سالم چی با شوهرم نمیفوره شما скорее всего کلیماکس دین این حالت بسیار زنو ده نمیفوره این یک چند سال دوام میکنه فقط اینکه چند سالگی کلیماکس شما سر شد هر زن هر خیل سر میشه و یا خیلی مثلا 42 43 مثلا خیلی 47 48 این نامنتظم شدن این کار گرمون ها هم استروژن کم میشه بوشیدت کم میشه و خب برای این بعد وای قاقشوی پوست مارشینکو زیاد میشه و مثلا بعد گوشت بدن کم میشه و روغن زیاد میشه در همه زنا فاگوردم میکنن گوشتشون کم میشه و مثال خیلی چیزا بعد همه خواهش دیگه نمیفوره خواهشی مثال با مردک نزدیک خیلی چیزا نمیفوره و خب این یعنی یک مرحله که این میگذره اگر که مثال درست همیده مناسبت کنین ده بعد عصبی میشن بسیار زنها بسیار مثال عصبی میشن جنجال میشه و عصبانیت قدیدایی میگردن و استرابشون خیلی زیاد میشه چون استروژن هم اورونی و
استروبه کم میکنه. وقتی که استروژن که وایش که کم کشید در ارگانیسم همون وای زیاد میشه و ایمی حساب وای میگه کامنتار یوتیوب کشتگی بود ما کشتم نده ندونی قینا خیلی یاد میگیرمش уже ندیم برای کو. خب برای همین وای شما وای کنین هست وایایی که بیاد بافکا و ویتامین و هم خیلی چیزا هست که ایمنا در وقت کلیمکس میخرین که بولی منی همون گرمانانی فون تو کم کم مثال وای میکنه یا که اگر که وزنی بعد گذره زگته مثال وای گرمان وای заместительный مثال назначать میکنه که اینا همش با назначение اندوکرینولوگ با назначение گینекولوگ خسرونه از аптеку ягон چی نگیرین. خب و اینا رو مثال کنین با تمام با همون پوستون مثال وای تر میشه عصباتون آروم تر میشه با مرد میفورتونه. برای همین این وقت کلیمکس این چیز طبیعیه احتیاط کنین خودتون. خب کی باشد تمام یوتیوب دیگه هم ده سوالات بود نیست. خیلی به اینستاگرام بینیم اکو ما یک شو کردگیم روز شی نمیگم قسم خورم چه کنم که باورم کنی. اینجا یک اسمس خوب و شوهری منم میزدن گپی خوب خوش نوازش نداشتم بسیار وقت میگفتن که روی دهنت شطه میخوری. چند وقت شد خودم رو تغییر دادم گپ گردانی نمیکنم گپ شیرین میگویم رنگ کودک نوازش میکنم. بعد رزولت دادگی خواهر جان نویسنده باشم بسیار اینترس نشد و همینجا مثال زنا ببینن که نه خیلی قطعی مثال میشوه. پجان ما در شما اولترا رشک میکردم حالی قناع دارم از چی سبب باشه. شاید سمتسین که تو کار کردین شاید میرتون کم شده نسبت شوهر زیاد میشه این خیلی شاید سلامتیتون حالی قدر ساز نیسته که نیده مهر گفتی و گپو نیده رشک مثال یا که شاید یکون کریسه و لوی دارین که حالی وفشه برشک هم وقتون نمیرسه. هرچی میتونه سبب شده. چی سوال؟ چی به سوالی ما جواب نمیتیم پجان؟ اینمی سوال تین ما جواب میتیم. برای شکنی اگر همه خود سوال داشتی نگفتم. اگر که خیلی فورد باید قسمم بخرم چیکار کنم اینه بگو. تو در پاش ایشا اگر ما میرم نگم و فکرم تو خون نمیره. که همین اپیز روشو داره نداره. امرا میگم بعد خیلی کردم که طبیعت تلیبوی خیلی مشت تو دیش رفتم بفایده بوده خیلی رک نمیدونم اولش چی بود. اینجا خیلی بین خداشون چق رفته استه؟ اینجا یک اینترس نیست. اپاجان شوهر در یوتیوب اپاجان شوهری من 27 ساله قطعی از که پیری روز که میزد میگه دیگه گپ نمیزنم میگم اودالیت که نمیروش نمیگم من پناه گیرتم ولا کدام نمیروش اودالیت کردن کار خوب کرده یا نه ها کار خوب کردین خیر نگوین شکی بوشت نخرین کیا که گفتی و گپو که لوبوف مارکوف نباشه بوجا بو خیلی نگم باشه خودتون برا خیر که چخه نمیشده نه مالی خیر کردین کوجا چی پروست خیر که مجبوره که نگوین که بو وضعیت‌های خانواده وای نشون. اکن زنه که پیروی رو سختون میدونیم برای چی جوانای ما رو میخواهن استفاده میکنن این چیز خیلی خیلی من چندی سال شده همجا که زندگی میکنم مثال میدونیم برای چی و یا برای یگان خیلی اویلا وای نیستن تشویش نشوید. در اویلا دوستداری و محبت نیست. سببش در چیست؟ سببش از شما بیاپرسیم سببش در چیست و به فکر خودتون نمیکنین نمیتونین شوهرتون نمیکنه نمیتونه وقت ندارین مونده میشین کسلین مناسبت‌ها چخیله. ما متاسفانه اکستراسنس نیستم بدونم شما انا دیدید زنو ماشاءالله انا خیلی اسمس مرا خرسان میکنه شاید спокойно مثلا خو میرم که همه خیلی خوشرو مناسبت میکنه که رنگ زن و شوهر جوان ماشاءالله یاد گیرین. دیدین اینا پیش بسیار равно ما گفتم که کمی هرچی که زنا بسیار مثال غرغر میکنن وای میکنن بسیار مردا رو نمیفوره. اینا این خواهرمون هم خیلی به فکرم که وای داشتین نه که همین خاراکتر خودشون کی واس کردین اینا مردکشون تغییر کرده
دیدید اگر این خوار ول میرفتن مردکشون تغییر دادنی میشیدن که هیچ نمیشید، فکر میکردین و اگه گندا و میمون نه. так что ҳами калонсолшавӣ да ҳамхобагӣ бисёр мефорад ё ки дарёшӣ ин аз син сол вобастагӣ надорад. мо ба ҳамин хоҳиши ҷинсӣ таваллуд мешавем. се намуди ваяй конститутсияи ҷинсӣ меганаш миёна вай паст миёна ва боло. вақте ки мисол паст боша ҳама одамда дар ҳамин ҳафта як борам дар ҳамин моҳ ҳам ду се бор боша окей нормальне да. ин маъноро надорад ки вай ягон касала ягон бемора ягон гармонали нарушен ҳичи не. вай ҳама хел таваллуд шудагие бо ҳаст масалан средни ки хай ҳама ҳафтада ду бор се бор ба ҳаст мисалан баланд ки дар рӯз ҳам чанд бор мисол мехоҳад. барои ҳамин ин хоҳишҳои вайҳо хая вақт мешавад ки мисол мардам гӯем ки климакс намешаванд дар мисол ай 35 рӯзи қариби 40 мисол вай камтар ба ёдам гормонали нарушени мерава хоҳӣ нахоҳӣ. дар занҳо ҳам меша климакс мисол номунтазамаи кор гормонои хеле ягон мумкин баланд шава хоҳиши ё ки наоборот паст шава, лекин баъд аз як муддат бо ҳамун устаканица меша бо ҳам хел мисол мерава. барои ҳамин ай син сол абсолютно вобастагӣ надорад аз дигар омилҳо, аз мисол аз хасташавӣ, аз муносибатҳои гарм ҳаст байни мисол оила нест, аз ин чизо вобастагӣ дорад, лекин аз син сол не, аз син сол вобастагӣ надорад. Ассалому алейкум, сестра моя, я очень люблю вас. Взаимно, взаимно. ай куҷо ба телефонш 20 намуд код дора. Хуб кардай. Ба ҳазор шаво хоравен. Чӣ дар кор? Хайна гирифтен дидем бачи? ҳо ака дар оила бояд набоша. Ака ихе гирем да правилни. Неки хайна ҳаст. ба ҳами сабаб меша ки шумо шаб то сар хонарен. ҳами сабаб мешава и ҳами як кас ҳастай ки ҳам и шавагар ҳамира ма ё бояд блок кунам ки ҳам бечора бурава хорава ё ки ман намедонам чӣ кор кунам ки ҳами одам вайша мега худо чанд бор шу кадагӣ ки ҳамаро медони апашкат 4 донишгоҳ тамом кадагӣ. фаҳмидед? 4 донишгоҳ. ба фикр мекунӣ заное ки чандта шу кардагианд ҳамаро медонанд? хато мекунӣ. донистан ба миқдори шавҳар вобастагӣ надорад. так что ман чизоеро ки мегум на ай таҷрибаи худам қатъи ба фикри шумо шуом ки ман як дона вай кардагиам ихали нест ки ай таҷрибаи зиндагии худам қатъи шавҳарҳои бесконечним ба фикри шумо ихали нест. ман аз хондагиам одами хуб як донишгоҳ дар тоҷикистон, донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ва 3 донишгоҳи дигар дар Россия. Московский институт психоанализа как сексолог. Бо 2 донишгоҳи дигар, ятшай Москва, ятшай ҳами Казан. Как клинический психолог, как практический психолог, как коуч. Бо 5 донишгоҳи дигар да повишени квалификация гузаштагиам. биёрам воли ҳамаи документҳоро нишонтон тим чӣ кор кунам? дар ҳамин блогам ҳаст. камтарак ҷаҳонбинитонро васеъ кунед. ай бай одамо космос паридестиянд. ба тоҷик ҳам хеле бимонам хе ба як мафкураи танг ки рас и занак хе роҳат дар бораи темаи 18+ гап мезанад, значит худаш ганда сершуай намедонам ё ки ҳар рӯз душу мекунам. хеле фикр мекунем. народ як савол дига бинавис, блокат мекунам. уже дар ваи занако гузашти, дар узвои ваи занако шаҳр намедорӣ? маку мада мисол океа касое ки сторисҳои маро мехонанд мебинам ман дар любой тема ба ҳазор суҳбат мекунам, барои ки мара ихтисос май ягон ҷои айб нест. лекин иҷа зано шиштагианд ки ваё ихеле наметавонанд охӣ. ваё как ман рафтам Московский институт психоанализа ба мутахассиси сексолог хондагӣ нестанд, ваё шаҳр медоранд. камтар фикри онҳоро ка хуб ки бошад даиҷа
خیلی چقچق بین خشون رفته بیاید اینجا رو بینیم اکو. نه 18 پلیس جواب نمیتم از زندی. پگاه دیگه اکوشکا میمونم دستوری سامجتین. در جایی که کودکوش تگی باشن نیتای. سلام اپا جان، وقتی که شوهرم قطعی دیگه دختر اتنشین در تلفنی هم داشته باشه قطعی من مناسبتش تغییر میوبه. نمیدونم من شخصیتی و آدم وابستگی داره و وابستگی داره از اینه که تو این اتنشینیو چه خیلی شما وای داشتین مناسبت داشتین. اگر شما حالی نمیدونین که وای اتنشینی داره نه و داره یا نه، لیکن اتنشینی بین شما تغییر افتاده کو این حدا با او سری وای نزنین که وای شاید اون کسی افته برای همه اتنشینش قطعی من وای رونشته چند چیزای دیگر میتونه شده. خب همین هیچ وقت نمیون که همین وای کنم مثلا کریزیس سردنی возраста مثلا میگن مثلا بحرانای شخصیتی که همیره مثلا زنها هم میگذرن حسابی که زنها خیلی کودک دارن کارشون بسیاره اینقدر ایرا سخت حس نمیکنن لیکن مردای را سخت‌تر حس میکنن مثلا در سین سال معین. خب و همون سین سالو مثلا واسه خاراکترشون تغییر میوه، حالت روحی روانیشون تغییر میوه، اتنشینشون تغییر میوه، بسیارش در اون موقع میرزن دیم میگیرن مشق میوان یا اون بیزنس سر میکنن یا که نبرات بیزنسشون رو محکم میکنن اینه که خیلی چیزا زیاد میشه و او بحران میگذرن یا 3 سال دوام میکنه میگذرن. برای همین حوض شما نمیتونین بگین که مناسبت شوهر قد شما ویران شده فقط به خاطر اونه که اکن یگان کسی دیگری افته. نه برای همین لوچ قدش صحبتی روی راست به وای به اونه که انا کتم رحمیان نمیتیو تیچ رحمیان نمیتیو مثلا به این به گیله و آزارو هم خیلی به زبان شیرین میشه و صحبت کرده. ما چیکار کنم اپا جان حرمتش میکنم خدمتش میکنم قطیم ساز رفتار نمیکنه درباره همون زنه که پیر یگم چی بگم قطیم جنگ میکنه درباره وای نگه خوی وای شاید شرم داره که به این خزانه کلان سال رفت آمد کرده هر چی شدنش ممکنه برام چی میگه اپا جان اسنام نگاه کنه اینه اسنام نگاه کردم اینجا آخه بسیار وای میتیان نه من هم آنلاین کار میکنم من در یگان بیمارستان کلینیک کار میکنم. سلام اپا جان من 38 ساله خیلی سلام اپا جان من 38 ساله خیلی عصبی هستم چی مصلحت میتین؟ عصبی یعنی کدوم وقتو همیشه یعنی که تریوگاتون زیاده خوب بسیار گوداکو رو جنگ میکنه قطعا اون کس جنگ میشه یعنی که چی ویه خوب و این چند وقت مثلا دوام کردگیه برای همین اگر که وای باشه همون وای مرا بینین اکتوال مرا بینین در اینستاگرام پاپکای دپرسیه همونجا دا تست هم هست و سوال ها هم هسته همون را بور بینین کنی چند سوال رفت ندیدین خیش کم نیست بور میبینیم ایسا خب اپا جان شما تاجیکه شما خودتان چی فکر دارین؟ من تاجیکم یا نه؟ Да, говорю по-русски тоже, да. در خانه ما روسی گپ میزنیم کودکای ما تاجیکی رو متاسفانه نمیدونن. Да, жаль, не знаю, узбекский не знаю. سلام آقا جان همین حالی افیرا رو سخرانی میکنم همونجا بینین همه سوالاتونه یه روز وای بده افیر در باره ما بده همه سوالاتونه جواب دادم. سلام علیکم سلام. Вы из Таджикистана? Конечно. А по-моему, Самия ответ... Чья я? Самия. اینقدر اکما وای سمیه را یک جوی و خواهی سمیه هم جه باشه بور دیگه نویسه بیان که اینستاگرام بینیم چی که پنجه. سلام اپا جان چه خیلی فهمین که شوهر ما دوستمون میداره با عمل با رفتار چوستاد میکنه شما ایره خواهید نخواهید وای در این باره من ریلز موندگی هم اونجا وایش از نشانهایی که مثل مرد ما رو دوست میداره همش مثل هسته. خب و وای
در مثال مردو خیلی مثال زنای خیلی انده همه چی خیلی مو مثلا یه راه اگر اینجا به جای راست رفتنی باشه ما هم روی نه خیلی میریم بسیار فکر میکنیم و میکنیم مردا این خیلی نیست من سر مردا دیگر خیلی کار میکنم как раз اینمو پگاه ایروز مو نشید افیر اینا کسایی که میخواستین در کلوب اعضا شدن ایروز اعضا شدن افیری همین نیروفیزیولوژی مثل سر و پسیخولوژی همین وای مردونه ما پگاه میگذاریم ایروز نشید با سبب تکنیکی اینترنت вообще نمیدونم من چی بود به پی اس کار نکرد که خلاص ایروز نشید در کلوب زنونه ما پگاه خود خود میگذاریم نه کسایی که میخواین امروز اعضا شدن پگاه میتونین در می افیر خیلی مهم اشتراک کنین که راست خیلی باور کنین تبعیتون میکنه برای که اینفورماسیونی که در اونجا میشه کلی بگیم وایتون وای میکنن به خاطر که ما فکر میکنیم که چون مثلا زنها فکر میکنن مردان رنگی ما فکر میکنن و یا رنگی ما احساس میکنن و یا میخواد سرشون رنگی ما کار میکنه که اصلا دل خیلی نیسته فرق داره بین مثلا من سری مرد زن انا وایجده پسیخولوژی مرد زن فرق داره امی حساب اینا مثلا مرحمت کلوبیه در اونجا مثلا یا چی همین ساده شگون مردای خیلی مثلا همین که باشد عمل میکنن یعنی که همون چیشونو به عمل بسیار اونا نشون میدن مثلا چه خیلی عمل یه روز شما کسل میشین مثلا وای تشویش میشه نمیدونم شاو خنق خورده است وای میخیزم کورپتون میپشونه خب نمیدونم میره داروتون میبیوره نمیدونم همین یگام چیزی خوراکی دوست داشته شما رو وای از یاد میدونه ای بیرون چیزی هم خراب بیاره مثلا همورا فرض کردیم همیشه برای شما میاره ده من نمیدونم انا رو دوست میدارین یا که یگام وای میدارین همورا همیشه میدونه که همین اویلاش همورا دوست میداره همورا میبیوره برای مثال شما ده خب یعنی ممکن که وای با زبونش گفته نتونه چون که خیلی مردم ما قدر مثلا وای نیستن قدر احساسشون گفتن نمیتونن خب یک بدیم که همینه که زن کلون میشیم خیلی مثلا ترس و یا زیاده لیکن به عملاشون بسیار اونو نشون میتین یکم خوراکی دوست داشته و یکم مثلا همین کارایی که بیان میکنه بسیار اونو میبینی یعنی مخصوص برای شما نه فقط برای همین اهل اویلش برای فرزندا لیکن مخصوص یکم چی برای شما بسیار اونو میکنن یکم شکلات دوست داشتون میبینن یگو مثال وای میکنن برای که زبانی محبت فقط یک گپ نیست هو همه را میفوره همه مونو میفوره که همه قدر شوهرها دیگه همین شاعر باشن در حق ما همین شعر نویسن سهر خزیم که گیتار قطی در بالای وای مونی صدای شعر خوانده سه لیکن خاکی خیلی در کنای ترکیه کنای دیسکی در برای ما در ریال زندگی میکنیم ریال نستیم ما مردای توجیکای خوب برای همین وای اگه کمتر همین وای رو نگاه کنین یعنی که یه زبانی محبت وجود نداره 5 زبانی محبت وجود داره خب مثلا زبانی محبت خیلی زنها اول سخنای پلی بوم مود اول سخنای ما هم چیز گوشمون دوست می‌داریم مثلا بیشتری وقت زبانی محبت مردا عمل میکنن خب عمل که میکنن همو عمل قدیم مثال میبینی برای همین بسیار وقتا دایلو وای میشه یا دیگر نفهمی میشه حسابی که وای همین زبان محبت مرد مثلا عملای ایزن سخنای همین حساب با بینشون وای میشه ده که فکر میکنه مرا این دوست نمیداره این مرا مثلا وای نمیکنه گفتم خیلی بینشون مثال یا دیگر نفهم میشه برای همین هم خیلی چیزا قدی شما میتونید و برای مرد توفته زنی مهربان شیرین سخن میغلطه برای مرد زن دوستدار زنک جان گفتم میگرده خیلی مردا رو نمیدونم خیلی من خدمت دیگر کنم خدمت داشتن نمیتونی یا گیره میکنی یا گم گفی بیزیب میزنم اگه ای скорее всего عصباتون گنده مونده شدگیه اگر دیپرسیا باشین ایرا لیچین گرفتن در کار اگر خیلی خستگی روانی چی باشین کار با روانشناس مرحمت به کنسولتاسیا بیاین یا که حداقل کلوب بیاین در اونجا مثلا معلومات تمرین خیلی چیزا پره خب اپا جان شما چه خیلی مصلحت کنسولتاسیا گیریم در لیچکا نویسین در همون پروفیلم بینین و یا نمروی واتساپ تلگرام همش هست در اونجا فقط در واتساپ زنگ نزنین توکا در واتساپ نویسین که نیرو زنگ زدین یوتیوب وایشت پریروچت آها انا یوتیوب 303 نفر یوتیوب вообще زور خب بیاید وای خیلی وای شوهر شما اپا جان سوال دارم اینجا خانم وای برای وای اینستاگرام جا خانم سوال دادن که اپا جان سوال شوهری من در لباس پوشین کوردور نیست ما کش کنیم دم کوردور نیست نه که نمیخواد که ما تو نپرسم سوال گپ زنم یا که بیرون برم نمیمونم پس یعنی محکمم در خونه ده با دسته میروره چخه فهم میشه مردی شما مردی وای مردی گویم که رشکی
مردی است که مثلا همه خیلی عقیده داره که وای یعنی زن باید که همیشه در وایش باشه مردش باشه شما قبول میکنین ایران میفهمین یکم مثال جای دیگر نداره شما همه خاراکتر همه مردا که قبول میکنین و هم خیلی زندگی میکنین تمام بعد شاید اویست اویسته حالی اگر یوش باشین اویله جوان باشین اگر بعد مثلا کودکو چند تا کودکو کمتر کلانتر میشود با کمترک شستی خیلی مردم میگرده کمتر مثلا با اوزادتون زیادتر میشود نمونده قد فرزنده یکونجا برمدن لیکن در جوانی خیلی مردای سختگیر خیلی مردای سرشقتی ها آسان است لیکن قبول همه حقیقت بگیم که حالت روحی روانی شما رو وای میکنه برای که ما میخوایم که خیلی برویم آزاد باشیم وای باشیم لیکن هر مرد خیلی میفوره خاراکتر مرد شما هم خیلی قبول تمام چی برو مول باستینه که قشت چیندی او ما قش ندارم مردم من اگر قش میداشتم نمیچیندمش این از زنو او همین زنو میدونن این قلمه من قش ندارم من بلندینکا چشمو من نمیبینه چشمای کبود خطون فهمین اوسشه این قش نیست این قلم چه خیلی فورم میکشمش این روزی خیلی اگر فورم بوی خیلیش میکشم برای که نیست так что زیق نشه برای قشوی من تو داری اپای خواهری قوشنم دگیر چوک نموخی خداوند همه خیلی آفریده من روزی از رنگ رحمونی خودم یگم مایده من ده این یگم خیلی کمپلکس ندارم چی بسیار قلم اگه وقت مکتب سر شد دیگه همی رادیکس که چطور چیک 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 فقط هم چی می نویسن دیگه تمام سوالای یوتیوبم Сестра, вы прекрасно и прекрасно говорите. Ассаламу алейкум из Узбекистана. Алейкум салам, алейкум салам. Спасибо вам большое. نه من از تاجیکستان من از بخارا نه این روز چطور ای افیری من در ازبکستان رفت از چی کراچی چی فقط هم سلام علیک هم خیلی کپو اینجا وای نیست سلام علیک چخچخ بین خودشو زنای پیر به پیش شما وای باشین مرد باشین خیلی نمیگین زن در لبوی وای اگر او زنی پیر گوین اول بیان امی وای رو گوین رسورا چکارتون میکنن هیچ وقت زنها رو پیر نگوین و علیکم سلام اپا جان چی بعد اشم یگم گفت گفته نمیتونم همین کوشش میکنم لیکن نمیتونم شاید شما یگم بار یگم کس دوستوری کردگی نیستید خطون مثال گرفتگی نیستید همین دوستوری وای کردگی نیستید شاید شرم دارید خوب چند سالشی مثلا زندگی میکنه شما قطی وایتون مثلا قطی شوهرتون وای این هم خیلی مهمه یا که وای شوت زهرته نفس بشد چی بای خیلی وایو میتین شما را اگر ایجا بو مرد بده شما را اگر زنتون زهر میداد وای میشتین ناز میشتین در وای نوشتین اینستاگرام وای برای همین هر چی هم خیلی سر ایا چی سرانو باید شروع کنیم خب اگر که مثلا شما وایتون مثلا ساماتین کتون پاستا و دختون قدر مثلا باور ندارین ای گفتن خیلی چیزا میترسین ترستون زیاده است روبوتون زیاده شرم زیاد مثلا خیلی چیزا دارین باید روی این چیز کار کنین که روی خاراکتر خودتون کار کنین خب و سرانو باید چی اگر که هم خیلی داروشون گفتن نمیتونه حداقل یه روز اس ام اس نویسین هم خیلی عادت میکنین است یا که خیلی بهترش کلوب بیاین در کلوب برو این چیزا کار میکنیم سلام اپا جان من چیکار کنم که شوهرم دوستم دارد شما با چی با این قرار اومدن که و شما رو دوست نمیداره این سوال یک
و دیم و سوال دیم آیا شما خودتون رو دوست می‌دارین یا نه؟ این خیلی مهمه. برای فراموش خاطر چی مصلحت میتین؟ ما برای فراموش خاطر یکم باید که اورونی تریبوگا رو باید پس کنین، به خاطری که اگر که همین تریبوگا یعنی که تشویش‌های زندگی بهت زیاد باشه، استرس ها زیاد باشه و همین هم در مغز ما تاثیر میکنه که کار مغز ما منتظم میشود، عصبانیت زیاد، استرس های زیاد. ایمی حساب فراموش خاطری میشه. اگه خیلی حال شما مثلا کسالای وای نمیشه که پورا یا وبرورن نه که وقتی همین استرس کم شد و خوابتون اگر درست کردین بعد یک همین چیزای ضررناک میدونین چیه که وقتی در خونه وقتی مثلا شب خواب میرین سویت میکشین در همون کشتگی در سویت گوین که چراغ خاموش شما تلفن دا میشینه در اینستاگرام. خب همون کبوتی همون اکران این بهه در مغز سر شما مثلا پیش خوب هم مغز سر شما رو فعال میکنن و منتظم میکنن کارشو برای همین خوب میرین که خوبی درست نمیرین و همون سحر هم میخیزن یکی خستگی دارین که از خوب ارگانیسم شما ابسولوت راحت نمیکنه. یعنی خوب برای ارگانیسم خیلی مهمه که در اونجا گویم که سر وای میشه در ارگانیسم کارش دوباره ای نو میشه و با مثال وای میکنه بهوده مثلا خوب فردگی نیست خدمت همین حساب. یعنی وای درست کنین، خوبتون رو درست کنین، استرساتون رو کم کنین. اگر ای حد زیادی بعد مثلا وای باشه یکم خیلی ویتامینایی که میینه برای مغز سر مثلا برای وای هست که مثلا ویتامینایی که وای میکنین میگیرین که کمک میکنه این چیزا رو که عصبتون آروم میکنه و وای میکنه. این چیزا قطعی بعد خیلی غذای مثلا همین شیرینی و همین چیزا رو مثلا کمتر کنین، غذای مثلا وای تر زیادتر خورین، آهسته مثلا درست میشه. یعنی میشه دوباره همین فراموش خاطری را دوباره مثلا میشه وابسته نوید کرده ده. بعد وای کنین کتاب خونین، یگون خیلی مثال وای رو خونین که در خیلی حافظتون قوی شود. یگون خیلی شعر از یاد کنیم کتابای اگر که وای باشین فرزند داشته اما کتابای الفبای یگون چی هم کودکاتون گیره یگون شعر هم خیلی از یاد کنین این هم مثال حافظه را قوی میکنه. یعنی که کار کردن در کار مغز مثال پیش میگفتن که نرو клетки не восстанавливаются. مثال پیش هم خیلی عقیده داشتن که نرو клетки که مرد تمام دیگه уже все. دیگه حوزه خیلی مثال علاقه چقدر مثلا исследование وای کردگیان که نيروكليتكو در любой سال восстановить میشه دوباره اگر که به شرطی که مثلا روی این کار کنی و حرکت کنی و مثال وای کنی مشق بدن کنی. برای که مشق بدن هم خیلی وای داره ده به هم مغز ما. این هم چیزا رو انجام بدین. اگر زن باشین مرحمت بیاین به کلوب در اینجا که کراس ما که در حوزه ایجاد نمیتونم بگم که کدام ویتامینا برای که از پگامیره یک کس میخره ضررش مثال وای میکنه. در کلوب مثلا اونجا مثال کمتره من میتونم بولی مثال وای تر گفته ده نه وای ده در اونجا این توصیه میشه ده. سلام علیکم اپای قدم حاضر مردو همه خیانتکار شدگیان روشون در گروه همشون نه من این چیز باور ندارم، من این چیز قبولم ندارم. مردو همشون خیانتکار نیستن، مردای خوب خیلی زیادن در جامعه ما، مردای خداترس خیلی زیادن، مردای خوبی که مثال هیچی لیشنی وای نمیکنن اویلشون قدر میکنن هیچ چیزم خیلی زیادن. شما یک جامعه را مثال نمیدون مالی ما چند 10 میلیونیم چند قیم در تاجیکستان مثلا شما تصور کنید که اگر نیمی همین مرد باشه خب اگر شما با گفتی شما همین 5 میلیون من نمیدونم خیلی نگویم که 4 میلیون مردی همین تاجیک هم مش خیانتکاره نه من خیلی وای ندارم خیلی نیست. با چند مردی که در گرد اطراف شما هست همه مردا رو هیچ وقت بهانه نتین برای زندگی قین میشه در هیچ که دیگه شما باور نمیکنید در لوبای حالت هم امیدتون دست نتین. برای هم بسیار مثلا زنها وقتی که شوهرشون جدا میشن دیگه نمیتونن وای کرده ده دوباره مثلا اگه کسی باور کرده یا که بو هم خیلی مردا میغلطن به خاطر که در همون فکری هم نمیشینه که بوتو بوی اوجه تمام ده همه مردا هم خیلی هم مردای خیلی نیستن باور کنید. من خود مردا رو کنسولتاسیا میکنم، مردا پیش من میبیان کنسولتاسیا من میدونم که وای شما مثلا از کوچه ببینین من اون مردا قطعی کار میکنم من میبینم زیاد میبیان پیش من مردای تاجیک. برای همین باز زیاد مینویسن مثلا خیلی سوال میتین زیاد مینویسن. برای همین من خیلی وای ندارم که همه مردا نه همه جامعه را با چند نفر که شما دیدگین که خیانتکارن بهانه خوب که باشد خوشروی اپا جان نقاش ما الله های بله
конечно. Не, من یگم خیلی کمپلکس ندارم از حسنم و از ویم. حتی دندانم هم دوست ندارم، دندانایی که همه را از رجت میکنه کو. آها معلم جان، خیلی از کلوب تو مینت دارم، خیلی چیزهای بسیار یاد گرفتم، حیاتم دیگر شد. به همه توصیه میتونم که خواهران پشیمون نمیخورید. رحمت کلام اینا دیدید اشتراکچی ویم هستن که در یه هفته مثلا ویشان گفتستیم. خب رنگی ما بوده چشم کبود خشروین. رحمت رحمت همین چشم کبوتی مرا دیده نه قشم نپرسن وجه دونگی اتوماتیکی اپای ضرورتون زنجم قش نداره که میکشه اوخی هر ویدیو رو بینن همش ده حقی کشیدگیم با ما کش که طولم هم خیلی چیزورا پد настроение کدومش که настроение صد باشه قشم خشم میکشه نه باشه نه так что قشم مرا همیان تین که زندگی اختار میمونه پرابلمش بسیار میشه. انا اپا جان شوهری من عیناً مثل گفتای شما من کساش هم بیچاره در گیردم اوورای خدا همه خیلی تاخیر بیمونم. من در نمازان دقش بسیار دو میکنه که چی ده رشک میکنن برای که دوستان میدارن برای که وایی هم شما وقتی که با یک از خونه دار میشید شما هم همین را قبول کنید که وایی هم در یک محیط با کمال رسیدگی که وای اوسیپوی کودکی خودش داره وایی هم مشکلای درونی خودش داره وایی هم در خودش شاید باور نداشته سمتی که همه چیزا هم در مردم هست فقط در زنان نیست. خب و اینا مثال نگیرتون پروانه مثال نگاه وایتون میکنه همو خیلی او دوستاریش نشون میده یعنی دوستاری مردی شما عمله. так что دختر قند بزنید چشمت کبود باشد دروازید. من از قزاقستان نه من دروازی نیستم. از شما از قزاقستان ماشاءالله روز افیری من فقط در سرید نیاز یک گشته ازبکستان و قزاقستان خوش آمدید به صحیفه من подписаться کنید. سمیره ответ دادم کو معلم شما گلی سری سبد میشه. رحمت اپاشکا شما نوبالغ نه اپاشکات بالغه پاسپورت داره. و علیکم السلام لاوی. اپا جان چه خیلی خیانت شوهره فراموش کنیم اما میکنم 3 سال گذشته این کارا اینمی با یادم میزنه جنگ میکنم وای این موزگی ما خیلی نیسته مخسری ما خیلی نیسته که ما که همین سو یک چیز دیدیم کنوکر زیر کردیم و اودالیچ او تلفنی که یک چیز نفوراتون اودالید میکنه صورت نفوراتون اودالید میکنه موزیک نفورا اودالید میکنه لیکن مخسری ما رو خداوند خیلی فردگی نیسته ما چیزایی که در حیاتمون میشه همش در همون مخسرمون میسته پروست یا خیلیش با مرور زمان کم ترقیب‌تر میره و معلوماتای نو جوش میگیره و رو ما کم تا فراموش میکنیم مثال وای میکنیم لیکن خیانت هم خیلی هسته که همین سالهای سال هم گذره ما فراموش کردن نمیتونیم فقط باید یاد بگیریم که با این زندگی کنیم و این خیانت چند ساله زندگی ما رو تلخ نکنه. خب یعنی اینم که مثال ما وای دارم کورس بیپل در تلگرام کانال من شفا بعد از خیانت همو سیلکوش در یوتیوب هم هست هم صحیفم بینن هستم اونجا در اینستاگرام هم هست. ما اودالید نکردم برای خاطری گفتم اودالید میکنم که با گفتن خیلی آدمای نو وای میشن اونجا هم مثلا تمرین‌ها هست و یا هست و چی به هم خیلی حالت میشه چی به ما فراموش کردن چی خیلی فراموش کنیم همه چیزا هست به پول در تلگرام کانال ما اینا پادپیسات کنین همونجا استفاده کنین نه که با ما دونشن که کلان شما فراموش میکنین کلان فراموش نمیکنین لیکن شما یاد میگیرین با این زندگی کنین این زندگی شما رو دلش زهرآلود نمیکنه و مناسبت های شما رو قطع شوهرتون جزیر نمیکنه دلش. همین تو از الله شرم نمیداری سطر پوشید در پریما افیر برآمدی بعد در پریما افیر برآمدم میگم رقص کرده ایستادم چیکار کرده ایستادم در پریما افیر برآمدم در مردم کمک کرده ایستادم خطی چی به در پریما افیری من اشتی نباشم. السلام علیکم اپا جان یک جهان تشکر برای مصلحت‌های سخن‌های خوبتون. تشکر عزیزان دل. سلام اپا جان مرا ترس و بسیار ناباوری است دپرسیا وای بینید اینستاگرام وای دپرسیا را بینید پاپکای دپرسیا را در همونجا با گفتگی هم چیکار کردن در کره هم مشام شده وای هسته بخارای سمرقند نواش زملیجه ده وجه وای گذاشته
استنجی که شما رو پیر میگه خودش پیرش ما خوش ره. من اگرم گویم من вообще پروا ندارم. دو در یگان مایده وای نکنه. من ساماتسن کم در جوشه. من اگر خیلی پروا میداشتم من درباره یک تیمای استری گپ میزدم نه. سوال چنشی вообще تو خوب نمیره نه مردم پگا بو پگا کار میره. بیو خیلی جان بس کنیم. بو میبرم خدا خواهد. کسایی رو که اسپید نکردیم کو سلام با پیش وخش سیتی سلام با پیش وخش همه اولی وایوی که نه نموشون ایواز شدگی کو ما وخش یومونه یا ما همه رو که باشون وایو وای ما همه وایو رو نمیدونم همین کدامش چه همین چند کس از قرغان از بختر اومد در وای با خیلی فهمیدم که بختر مثلا خیلی قرغان بختر شدگی در وخش خیلی استوسا وایش میکنیم خیلی بیاید وای کنیم جنباز کنیم بو من انشالله که همین روزای نزدیک بو وای میکنم بو میبرم بو سوالاتون دارم خیلی جواب میکنم مرحمت اینه بونوی عزیز بیاید در کلوبی زنانه اعضا شوید در اونجا بو اینه پگه پریمو افیری به حد مهم داریم پسیخولوژی مرد فرقیت پسیخولوژی مرد از زن و اونجا ما فقط تنها درباره پسیخولوژی نه در جوای گرموناشون چه خیلی کار میکند کدام گرمون وقتی فکر ده چخیلی مثلا خارج میشه درباره دوپامین، سروتونین، نورادرنالین درباره همه این چیزا ما اونجا در مثال میگم که چخیلی مثلا درباره گرمونی پریویاز مثلا هست خب برای محبت نزدیکتر کردن خب با مثلا هست و یا تکنیکو یا همش در پریمو افیر میشه برای هم فقط به حد پریمو افیر زور داریم مرحمت کسایی که میخواستین بیاین در پریمو افیر پگه اشتراک کنید مایلی تشکر زیاد از همتون که اومدید در افیر انشالله که با ما روزای نزدیک با حتما میبرم پگه شاید در وای ستوریز در اینستاگرام وای میمونن اکوشکا برای سوالای 18 پلوس در اونجا میتونید تید در اونجا در ستوریز وایاتون جواب میدم لیکن برای مثلا 18 پلوس هم اگه سوال داشته باشه در مو اینستاگرام بینید اونجا پاپکای وای دارم 18 پلوس نام دارد که کرسان پاپکا همون پاپکادا همه سوالای بسیار سوالهایی که همیشه شما رو غم میته ما همونجا دا جواب دادگی الکی سخرایند کردگی ممکن در همونجا شما جواباتون نگیرید نیاز به وای هم نباشد اگر که اونجا نگرفتید خیلی پگه دیگه وقت هم شد میمونم با اونجا دا وای میکنید با سوالاتون میتید انشالله که با سوالاتون دا جواب میدیم مایل مردم اینستاگرام بیاد اول اینستاگرام محکم کنیم بعد وای بعد تلگرام بیاد اکی شما را محکم کنیم هزار رحمت که وای اومدید وای شدید یکم بار نمیدونم چه خیلی بود افیر نبود که خیلی این دیمش انشالله که درست گذشت با روزای نزدیک با میبرم وای با انشالله که با صحبت میکنیم تشکر به همتون شبای خوش